عبدالله العمری بی خانمان شدن و دربدر شدن صدها هزار تن را به تصویر کشیده است. او این کار را طور جالب کرده است که تصاویر از رهبران جهان را در بعضی از کارهای عادی، گدایگری و یا هم به شکل پناهجویان سوری در آورده است. رئیس جمهور فعلی امریکا در رول یک پناهجوی سوری که بستر به دوش دارد. شمار دیگر از رهبران جهان در قایق کوچک نشسته‌اند و برای رسیدن به یک زندگی خوب در تلاش هستند. انگلا مرکل که شمار زیاد از پناهجویان سوری و افغان را پناه داده است. بشار اسد رئیس جمهور سوریه به خاطر ضدبازی‌هایش جنگ داخلی سوریه آغاز شد و در 7 سال بیش از 12 میلیون سوری از خانه‌هایشان بیجا و یا هم پا به فرار از کشور گذاشتند. رهبر کره شمالی کیم جونگ اون به شکل یک طفل ضدی و بهانه طلب رسامی شده است. این هم عبدالله العمری هنرمنده که توانسته درد مردم سوری و هزاران پناهجوی دیگر را بر روی تابلو بکشد. العمری همانند صدها هزار سوری و افغان به اروپا پناه برده است.